سلام، وقت بخیر. روز جمعه اردیبهشتیتون بخیر باشه. خیلی سریع بریم دنبال تحلیل آخر هفته طلا و اینکه امروز چه نواحی مهمی رو ما میتونیم برای طلا داشته باشیم. خب همینطوری که با هم دیگه توی روزهای گذشته سعی کردیم تحلیلی داشته باشیم از طلا، حالا غیر از روز پنجشنبه که من متاسفانه نتونستم پای سیستم باشم. خب نگاه کنید، ما الان برای طلا توی تایم فریم یک ساعته یک روند تریدینگ رنجی رو اصطلاحاً داریم میبینیم که توی این روند تریدینگ رنج داره کف و سقف میزنه. خب حالا استراتژی تریدینگ رنج چیه؟ شما در نواحی کف دنبال معاملات بای باید بگردی، در نواحی سقف دنبال معاملات سل باید بگردی. حالا اعداد مهم و اعداد پر از پتانسیل رو توی همین کپشن همین ویدیو براتون میذارم. شما توی اون نواحی اگر دیدید که بازار داره با قدرت یواشتری همراه میشه، داره کندل‌های تایید برای بای یا کندل‌های تایید برای سل میزنه، شما اونجا راحت میتونید معامله خرید یا فروش خودتون رو باز بکنید. چیزی که من احتمال میدم اینه که طلا بتونه دوباره از این نواحی یا یک کمکی پایین‌تر و دوباره همراستا با این نواحی اعداد 3280 به عنوان مثال دوباره بتونه طلا بلند بشه و اول به 3330 و بعدش به 3360 برسه. امیدوارم که روز جمعه خیلی خوبی داشته باشید، پر از سود و پر از درآمد دلاری باشید. اگر سوالی دارین توی کامنت های همین پست به من بفرمایید. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.